مادر شوهر بیداری داری عروس میاری، اینو زمان ما میخوندن برای مادر شوهر شب عروسی. بعدها که من خودم مادر شوهر شدم دیدم مادر شوهر چقدر باید بیدار باشه، هوشیار باشه. یه داستانی که مادرهایی که برای پسرشون زن میگیرن و نمیدونن اینه که باید این بند نافه رو برید. یه بار ما وقتی بچه‌مون رو به دنیا آوردیم، زمانی که دیگه از ما جداش کردن، جراح اون بند ناف رو بریده. اون بند ناف جسمی بوده. یه مامان به پسرش بند ناف روانی وصل هنوز، میدونی، و زمانی که دیگه داره زنش میره باید اون بند ناف عاطفی هم ببره. نه اینکه رهاش کنه ها، نه اینکه ولش کنه، نه اینکه عاطفه نداشته باشه. ببین اون وابستگی، اون چسبندگی که نذاره این بره سر زندگیش، بخواد کنترل کنه، سرک بکشه، کجا رفتی؟ من برات زحمت کشیدم، رفتی فلان جا، منو نبردی، به من توجه نکردی، روز مادر شد، عید نوروز شد. مادر شوهر وقتی اون بند ناف احساسی رو برید چه اتفاقی میفته؟ بچه‌شو هبه میکنه، هدیه میده به کی؟ به زندگیش. یه داستان بگم که خیلی قصه خوردم براش. خانومی سالها پیش اومد پیش من، گفت من زندگیمو دوست دارم. یه بچه 5 ساله داشت ولی مادر شوهرم نمیذاره، هی دخالت میکنه. صحبت نشد و اینا جدا شدن. بچه 5 ساله یه شب تو اتاقش که خوابیده بوده تب داشته تشنج میکنه. مادرم نداشته، مادر بزرگ و بابا هم تو اتاقای خودشون خوابیده بود. صبح میان با جسم نیمه جان بچه مواجه میشن، میبرن بیمارستان. این بچه به لحاظ مغزی دیگه آسیب دید، عمری روی ویلچر. ببین تا 30 سالگیش که من خبر دارم این مادر بزرگ این بچه رو ویلچر حموم میبرد، بهش میرسید. من گفتم خدایا ببین این چه تاوانی داره پس میده. مادر شوهرها اگه آگاه باشن، خب پسر تو هدیه کن، تو هم بیا برو دنبال زندگیت، بذار اون بره زندگیشو کنه، تو هم بیا برو سفر، بیا برو بگرد. تا الان که بچه داری میکردی، نمیدونم به زندگی میرسیدی، بچه واکسن بزن و درسشو مشقشو، خب ولش کن، بذار بره سر زندگیش. تو هم بیا برو برای خودت حال کن، کتاب بخون، فیلم ببین، کلی کار نکرده داری. بنده خدایی بود به من میگفت که من عروسام خیلی ماخام، میگفتم برید چی؟ میگو آمدن پسرام بردن من به کارام میرسم. ببین این چقدر تفکر قشنگیه. مادرایی که پسر دارن، پسر رو که زن میدن، بند ناف